وزارت امور داخلی تاجیکستان در یک اقدام غیر مقرری نام بیشتر از 300 دانشجوی را نشر کرده است که هنگام رانندگی قاعده‌های راه را رعایت نکردند یا برای چنین قانون شکنی تنبیه گرفتند. فهرستی درازی تقریباً 50 صفحه‌ای را همین هفته در وبسایت وزارت نشر کردند و در آن نام 313 دانشجو از سراسر تاجیکستان و از دانشگاه و کالج‌های کشور آورده شده است. در آن نام مناسب کامل دانشجو، جای تحصیلش را نوشتند و گفتند که این دانشجویان در 4 ماه گذشته امسال با автомاشین‌های شخصی به مکاتب عالی آمدند و قاعده‌های حرکت در راه را ویران کردند. از فهرست برمی‌آید که بسیاری از دانشجویان هنگام حرکت ماشین را با سرعت بلند راندند، کمربند امنیتی نبستند، وقتی رانندگی با تلفن صحبت کردند یا سندهای لازمی ماشین را نداشتند. بسیاری از دانشجویان از دانشگاه ملی هستند. در فهرست به خصوص نام دانشجویان فاکولته حقوق شناسی دیده می شود که به اعتراف خود دانشجویان جای تحصیل فرزندان ثروتمندان و از جمله منصبداران است. یکی از دانشجویان همین فاکولته را که ماشین گرانبهای لکسوس میرانده است، برای نبستن کمربند امنیتی نگه داشتند که برای این قانون شکنی جریمه پیش بینی شده است. مقامات انتظامی میگویند سبب نشر نام دانشجویان مبارزه با قانون شکنی، تامین ولایت قانون و پیشگیری از قانون شکنی در بین دانشجویان است که حق ندارند به دانشگاه با ماشین بروند. یکی از این دانشجویانی که نامش در فهرست هست، روز 7 می می به رادیو آزادی گفت نشر نامش را خلاف قانون میداند، زیرا تنبیهش را گرفته است و نباید نامش را نشر میکردند. به گفته او وزارت میخواهد با این کار رهبران دانشگاه را مجبور کند که دانشجویان را درست نظارت کنند که با ماشین نآیند. به قول مصاحب رادیو آزادی، در این صورت باید نام منصبداران هم در فهرست علایده نشر شود تا آنها هم در نزد جامعه خجالت کشند و قانون شکنی هایشان را تکرار نکنند. با گفته مصاحب رادیو آزادی، او از همکارانش شنیده است که چگونه منصبداران قانون شکنی میکنند و باز در نزد کارمندان ملیسا زوری میکنند که اگر پروتکل ترتیب دهند روزشان را میبینند. فهرست نام دانشجویانی که خلاف مقررات با ماشین به دانشگاه رفتند تقریبا 10 روز بعد از آن نشر شد که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک جلسه حکومت در روز 27 اپریل گفت در اکثر حالت ویران کنندگان طلبات قانون شخصان منصبدار، اعضای حکومت، وکیلان پارلمان و خدمتچیان دولتی و فرزندان و نزدیکانشان بوده طلبات و قاعده‌های حرکت در راه را رعایت نمی‌کنند و برای به مؤسسه‌های تعلیمی با ماشین‌های گران ارزش رفتن فرزندانشان مانع نمی‌شوند. سال 2010 پس از انتخاب امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از رفتار دانشجویان و از جمله رانندگی آنها، مقامات بلندپایه آمدن دانشجویان به دانشگاه با ماشین را منع کردند. استفاده تلفن‌های موبیل هم در مکتب و دانشگاه ممنوع شد. بازرسی دولتی اتومبیلی در تاجیکستان که بارها فهرست آوازخوان‌ها و بعضی از افراد شناخته را که قاعده‌های حرکت را رعایت نکردند در وبسایتش نشر کرد و سر و صدای زیادی را در مطبوعات برانگیخت، اما بار اول است که فهرست نام دانشجویانی را نشر می‌کند که خلاف مقررات با ماشین به دانشگاه آمدند.